سلام بچه‌ها، من یاسینم. اولین ویدیومه. فعلا میخوایم با تعویض آنالوگ استیک دست شروع کنیم تا آینده هم چیز جدیدی بذاریم براتون. با من همراه باشید. خیلی خوب، اینا دسته هامونن که یکیشون متاسفانه شوک سنترسش که همونجوری که مشاهده میکنین خوب کار نمیکنه و گرفته. ما حالا بدون نیاز به پتانسیومتری چیزی میخوایم، این حالا اسم خاصی داره نمیدونم، همینو میخوایم براش عوض کنیم دیگه. ما باش میگیم حالا آنالوگ استیک. خب در اولین راه این دستش که فعلا اوکی، مشکلی نداریم. شوکاش سالم. خب همین دستمون فقط بعضی از مدل دستای مدل این مدل داریم، بعضی هم این مدلی ان دستای ساده حالا پلی استیشن 2، البته این برای کامپیوترشه. این مدل هم که حالا برای شرکت‌های مخصوص دیگه خودشون طرح خاصی داره. در اولین قدم باید این قابای سیاهش اول باز کنیم. احتمال داره یه خاری هم این وسط بشه که مشکل نداره. همینطور اینور. خب الان باید 6 تا پیچ داره دیگه. 6 تا پیچش رو باید باز کنیم و بعد ادامهش. خیلی خوب، دسته باز شد. خب این نمای داخلیشه که الش هم افتاده بود، مهم نیست. خیلی خوب، حالا باید این بخش جویستیکاش یا همون آنالوگ استیکاش هم باز کنیم. آنالوگ سمت راستش بود. خب یعنی این بودش که بله همینجوری هم خراب. خب الان اگه توجه کنین عرض حضورتون که اینا پتانسیومتراشه که یکی این وره و یکی این وره. خب ما الان نیازی نداریم بهشون چون همین چیشو داریم، شاسیشو داریم، میتونیم با استفاده همین شاسیش کارمون رو راه بندازیم. خب حالا باید با دستگاه اوویه، حالا اگه داشتین که بهتر، اینو باید در بیاریم کلا دیگه. اگه خیلی هم خراب و اوضاعش اصلا همون بهتر باید تعویضش کنیم. خب این لحیماش چون یه مقدار دیگه قدیمی شده باید یکم روش اول لحیم بگیریم. خیلی خوب، همه رو با هم در بیاریم. حالا دو تا حالت گیره شکل داره، اون رو یک ذره بیاریم بالا. اینجا باید احتیاط کنیم. حالا این قسمت که برد نداره ولی اینجا مطلب چاپش ممکنه آسیب ببینه، یکم با احتیاط اینا رو بیاریم بالا. خیلی داغ بود. حالا قلکش هم اگه داشتیم که خیلی بهتر استفاده میکنیم که این قلعای اضافهش همه رو ببریم. یک ذره اینم کجه، اینم باید صاف بشود. بای با قلکش هم که کار میکنین سعی کنین آشغال زیاد توش نمونه، باعث خرابی مکشش میشه، یا که تو این حالت بمونه، مثلا کاری هم نداشته تو این حالت بمونه ممکنه خراب بشه یا قدرت مکشش بیاد پایین. خیلی خوب بچه، اینو در بردیم.
یک همچین ببخشید. خب یه همچین چیزیه از 2 تا پتانسیوم تشکیل شده و یه حالت مثلا عضله ماسه. خب حالا این خرابو الان خب حالا 2 تا پتانسیومتر رو خیلی هم راحت میتونی جدا کنی با استفاده از چاقو حالا اسپاتولز، هر چی یکم کوچیک باشه و نازک. خب بعد حواستون هم باشه اینو ببینین، این داخلش این حتما کاربرد داره براش، اینو همجوری ول نکنین روش. بعضی موقع بد در میاد. خب خوب شد اینا. کو پیدا کنم. خب پیدا نکردیم و از یک دسته حالا باز کردیم، اینم اوراقی مشکل نیست. خب این پتانسیومتر رو گفتم حواستون باشه این که الان گم شد، حالا اگه پیدا شد که بعدم بهتر نشدم که ولش کن، قیمتی نداره، یکی دیگه می‌خریم. خب حالا این پتانسیومتر رو آروم باید جدا کنی که اونجوری نیفته و اینجوری الان اگه توجه کنی یک دونه پلاستیک یک دونه فلز، این الان جایی که باید پلاستیکه بخوره به همین سادگی. این یکی هم همونطور. تمام. خب اینم میره رو قسمت اون آهنش اینجوری. تمام. این هم از این. خب حالا باید جو بزنیم دیگه. بعد راستی چیز دیگه این که این قبلیه پوش باتنش 4 تا پایه داشت، ولی خب این یکی 3 تا پایه داره که مشکلی هم نداره، روی برد یه کارش میکنیم که درست بشه. خب اینم ترتیبش هم مثل قلب رعایت کنیم. ای بابا خب حالا این پایهاش نرفتن داخل. خیلی خوب. اوی تو دست. خب اینو مثلا خب اینجا رو من بردشو خراش دادم اینجا رو، اگه توجه کنید که لحیم بزنیم بهش، چون بابت همون پای چهارمش که میگفتم نیست اینجا بوده، ولی خب تصویر نیست دیگه، این ور اشکال نداره، کارمون رو میفته. در هر صورت باید جواب بده. خب لحیمش درست باید بزنیم، سعی کنیم به مدار چاپی هم آسیب نرسونیم، همینطور به قطعه. ناش کامل گرفت. خب این از این از اینش. خب چیخ داره. خب این هم الان صحیح و سالم و کامل. از این آرسه بدون گیر. خیلی خوب. حالا دیگه بریم سراغ بستنش. خب استیکش اون دایره‌ای که باید روش بیاد کاملا معلومه چجوری میخوره دیگه، جز یه حالتهای دیگر هم ساپورت نمیکنه و بله کار میکنه صحیح و سالم. خب حالا جا بزنیم، فقط قبلش حواستون باشه که اینا در نیومده باشن پدامون، اینا رو مشکل نیست، اینا رو بتونیم آخر سر کارمون تمام شد بذاریم. خب این قسمت پدای 1 و 2 3 اینا دیپد. خب دیپد که کامله، استارت سلکت مودش هم که بله درسته. خیلی خوب. خب این به این صورت قرار میگیرد. بله خب حالا اینم باید تو این قسمت هم تعرض به یکی جا بزنیم که گیر نکنه بعدم به بالای دسته که بخوایم جا بزنیم. ای بابا این در اومد زیرش درست شده. نشون بدیم بله. خب حالا اینجا هم توجه داشته باشین ال2 نمیشه ال1 نمیشه، این ال1 ال2 شاید رعایت کنی که بعدا توی بازی به مشکل نخورین، امکان دارهشون جابجا بشه. این مدل دستش یه جوری که امکان داره جابجا شه. خب در آخرم که همین جا میزنیم. خیلی هم ساده. راستی آره جا خورده. خب اینم تو این حالت یه پیچه اینجا رو باید ببندیم. پیچش کجا افتاده مهم نیست دیگه من حالا. خب اینم پیچ گوشتی اونم که باید بردیم آروم اینجا هم که نشکنه مشکل پیدا میشه. خب این که گیر کرد حالا ادامهش این بود پیچش این داخل گیر کرده بود مهم نیست. خب اینم تو این حالت
بسیار تمیز، بسیار تمیز. دوبار. خب حالا این آریه که میشه بله همینجا. خب بعد اینجا حواستون باشه بعضی موقع امکان داره این پرده پشتی گیر کنن، البته اونش یه مقدار حواستون باشه که اذیت نشین موقع جا زدن و بازی کردن. خب ببینم حالا آروم جا میزنیم که درست جا بخوره. درسته. خب حالا برای بستنش، خب الان شما بخواید پیچا رو ببندین، مثلا واسه من که این سیمش رو تعویض کرده بودم از قبل، یکم اذیت میشه که بخواید پیچاشو ببندید، یه طرف میاد بالا یه طرف میاد. همینا رو دوباره جا میزنید. خیلی هم ساده، مثلا نکنید دیگه عوضی این برش بود. خب این مال این ور، اینم این برش. تمام. خب حالا پیچاشو میتونید ببندید راحت. این سری گم شد. خب یه این برام مشکل جل نشده که خیلی برام نه. خب یک ذره محکم و خیلی خوب. این هم از دسته ما اوکی فعلا. این هم دکمه‌های دیگه‌اش که کار میکنن. بله این هم L3 و R3. بله کل کارمون امروز تعویض همین بود و خیلی ممنونم که باز همراهمون بودین تا آخر ویدیو. امیدوارم که در آینده بتونم چیزای بهتری براتون ثبت کنم و بذارم براتون. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنین. چنل من اگه دوست داشتین که سابسکرایب کنین. خوشحال میشم بازم اگه بتونین ویدیو رو من ببینید دوباره. روز خوش.